مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که حقوقشناس کینوستودیوی تاجیک فیلم برای گپ‌پرتایی و تحقیر و آزار یک جوانزن به مبلغ 180 صوبانی جریمه بسته شد. دادگاه او را در میده اوباشی گناهکار شناخته است. یک جوان 23 ساله ساکن شهر دوشنبه با ارسال یک ویدیو از مقامات ملیسا خواسته است که نسبت به سعید نام حقوقشناس چاره‌های قانونی اندیشیده شود. و اطلاع جوانزن، این جوان شبانه هنگام از کار به خانه برگشتنش درها مراجعت کننده را مورد تعقیب قرار داده به او گپ پرتافته است و در برابر این در جای جمعیتی او را دشنام و حقارت‌های قبیح داده است. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت ضمن سنجش از جانب کارمندان میلیسیا شخصیت نفر در نوار انعکاس گردیده معین و او به مقامات میلیسیا دسترس کرده شد. معلوم شد که او شهروند ستاروف سیدامیروویچ سال تولدش 1985 ساکن شهر دوشنبه کوچه بهاودینوف بوده در حقیقت در کینوستودیوی تاجیک فیلم به حیث حقوقشناس فعالیت میکرده است. در نتیجه پرسش نامبرده تصدیق نمود که در حقیقت در محله قراتیگین شهر دوشنبه جوانزن مراجعت کننده را تعقیب نموده مورد آزار قرار داده است. با نظر داشت حالت مذکور نسبت جوان دغل گفتار ستاروف سیدو طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده مأموری ترتیب داده شده با قرار رسید نسبتش جزا در نمود جریمه مأموری به اندازه 3 نشان دهنده برای حسابها تطبیق کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه یادآور می شویم اخیراً یک زن از پنجکین با نشر یک ویدیوی کوتاه دو کارمند میلیته این منطقه را به گپ‌پرتایی به دختران نابالغ ایبدار کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و شعبه وزارت کارهای داخلی شهر پنجکین تا کنون به این ویدیو واکنش نکردند. در گذشته رهبران وزارت کارهای داخلی چندین کارمندان میلیسا را در اساس شکایت ساکنان برای بدرفتاری نسبت به شهروندان جزا داده برخی را حتی از صف میلیسا رانده بودند.